السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران گرانقدر و نهایت معزز، اگر ما امروز ویدیو آی را ثبت کرده نمیتوانیم و آن هم به خاطر عدم دسترسی داشتن به برخی از وسایل، بدین مفهوم نیست که در برابر غیر مقلدین خاموشی را اختیار بکنیم. با همین نحوه می‌خواهیم که در مورد اعتراضات غیر مقلدین پاسخگو باشیم و مسائلی را به حضور شما عزیزان بیان بکنیم و توجه شما را جلب می نماییم به این صوتی که از جناب آقای متوکل می باشد. گوش فرا بدهید. نپذیرفتیم، شرطی گذاشتیم که رسول الله حدیث تو را وقتی میپذیرم که از فلتر حنفیت دیر شوه، از فلتر شافعیت دیر شوه، از فلتر حنبلیت دیر شوه، از فلتر مالکیت دیر شوه. اگر موافق مذاهب نبود و حدیث باز مقبول نمیشه. عجیب نیست؟ دوستان گرامی، شاید که خودتان متوجه شده باشید، آقای متوکل میگویند که اگر حدیثی مخالف مذهب مقلدین باشد آن را رد می نمایند و آن را نمی پذیرند. این سخنشان تا به چه حدی پذیرفتنی است این را ما بیان می کنیم. قبلا بیان نمودیم که مذهب حنفیت متشکل از مسائلی است که جناب حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در پرتو آیات قرآنی و احادیث گوهربار نبوی، اجماع اصحاب پیامبر علیه السلام و قیاس به من و شما ارائه فرمودند. بنابراین اگر کسی بر حنفیت کدام اعتراضی می کند، اعتراضش بر ما نیست و اعتراضش مربوط به علمای امروز یا دیروز یا 100 سال و 200 سال قبل نمی شود، بلکه مربوط می گردد به خیر القرون که همانا جناب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه اهل خیر القرون بودند. و اگر کسی به علمای اهل خیر القرون انتقادی بکند و اعتراضی بنماید، یقینا که اعتراضی نموده بر ارشاد گوهربار نبوی صلی الله علیه و سلم که قبلا در این مورد به حضور شما مسائل را مفصلا بیان نمودیم. و همچنین باید بگوییم که خود غیر مقلدین هرگز به همه احادیث گوهربار نبوی صلی الله علیه و سلم عمل نمی کنند و در بسا موارد عملشان مخالف آیه قرآنی هم می باشد، مخالف آیه قرآن هم است. به طور مثال الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اعراف آیه 204 ارشاد فرموده اند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العظیم. یعنی زمانی که قرآن تلاوت کرده می شود شما با آن گوش فرا بدهید و خاموشی را اختیار بکنید تا مورد رحمت الهی قرار داده شوید. همه مفسرین و همه علمای کرام رحمت الله علیهم بر این مسئله اجماع دارند که این آیه مبارکه در مورد نماز نازل گردیده. نزلت هذه الآیه فی الصلاة و این قول جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه می باشد. لہذا زمانی که قرآن در نماز به صورت جهریه قرائت کرده می شود باید که با آن گوش فرا بدهیم و اگر خفیه قرائت می گردد باید که خاموشی را اختیار بکنیم. اما کجا است عملکرد برادران غیر مقلد در مورد این آیه مبارکه؟ و همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند که من کان له امام، هر کسی که امامی داشته باشد فقراءت الامام له قرائت امام برایش کافی است، نیاز به قرائت دوباره ندارد. زمانی که امام سوره فاتحه را قرائت می کند در نماز، پس چرا توی غیر مقلد دوباره قرائت می کنی؟ پس دانسته می شود که خودت به احادیث گوهربار نبوی صلی الله علیه و سلم عمل نمی نمایی. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روزی از میان حجره شان خارج گردیدند، وارد مسجد شدند. دوستان گرامی، حدیثی است که در صحیح مسلم وارد می باشد.
و یارانشان را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حالت رفع یدین نمودن مشاهده فرمودند و برایشان ارشاد داشتند که مالی اراکم رافعی ایدیکم که انها ابناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة، یعنی چیست حال شما که شما را مشاهده می نمایم در مورد این که رفع یدین می کنید، دستانتان را در نماز بالا می کنید و این عملتان همچون عمل یک حیوان وحشی و یک اسب ناهارانی است که دم خود را بلند می کند. اسکنوا فی الصلاة، در میان نماز آرامش را حفظ بکنید. بنابراین ما نیستیم کسانی که ارشادات گوهربار نبوی را بر اساس خواهشات نفسانی خود ترک بکنیم و آیات قرآنی را ترک بنماییم، بلکه کسانی که علم ندارند و جدید الظهور می باشند عمل کردشان این چنین است و امیدواریم که صوت بنده به گوش آقای متوکل برسد و خود ایشان قضاوت بکنند که آیا او به همه ارشادات نبوی عمل نمی کند و یا